بهترین کولپد برای مکبوک. آقا فهمیدم مکبوک چیپ قوی داره. مدل پایش حدوداً 60 میلیونه. اگه بخوای فندارش رو بگیری بعد 80 90 میلیون هزینه کنی. حالا چیکار کردم؟ یک کولپد فوق العاده خفن برای مکبوک گرفتم. تمام آلومینیومی که بتونه سرما رو قشنگ به صفحه پشتیش منتقل کنه، چون که هیچ دریچه ورودی واسه هوا نداره. واسه همین بعد واسه مکبوک ها کلا آلومینیومی بخرید. یک کولپد بسیار خوش ساخت و کوچیک. این که سیم کابلشه که چه باحال، اینجاش تایپ سی داره، به هر چیزی وصل میشه. چه باحال، نیده بودم، جدید بود. و خودش تمام آلومینیوم کوچیک خوش ساخت. واه، شبیه سفینه فضاییه. چه خوشگله. سفته. حالا میریم وصلش کنیم ببینیم که چه جوری عذاب در میاد. آقا این پشت یه جای تایپ سی داره و تایپ سی رو وصل میکنیم. چقدر خوب خنک میکنه حاجی، قدرتش خیلی قویه. بعد اینجاش هم چون که آلومینیومه، اینجا حاجی اینجا هم که جنسش آلومینیومه. آره دیگه کلش شده آلومینیوم. حالا یه لاستیک خیلی نازکی گذاشتن واسش خط نیافته روش. فوق العاده قدرت خنک کننده و مکش بالایی داره. اصلا دمشون گرم تایپ سی هم گذاشتن. تمام.